بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جذاب از کانال امیر فیفا. تو این ویدیو همونطور که کاور ویدیو یوتیوب متوجه شدید اومدیم فیفا 23 بازی کنیم. لیگ قهرمان اروپا فصل اول هستش. من رئال مادرید انتخاب کردم و اینکه گروه ها رو خودم دستکاری کردم. مثلا گروه مثلا سال 2023 نیست، من دستکاریش کردم. کلا الان هم گروه ها رو میخونم: پاریس سن ژرمن، منچستر سیتی و یوونتوس. اینا رو اضافه کردم خودم و گروه رو وحشتناک سخت کردم. اگه تو بازی ویدیوی اول در مورد فیفا چیکار میکنیم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم که چیکار میکنیم. اولین ویدیو در مورد فیفا رو و اینم بهتون میگم که قبل از بازی شروع بشه یه توجه به من بکنید. خودم گزارشگری بازی رو انجام میدم، خیلی خاص و ویژه. بریم که چیکار. سانتیاگو برنابئو، بازی اول لیگ قهرمان اروپا بین رئال و پاریس سن ژرمن. بازیکن‌ها رو اینجا مشاهده می‌کنید: دوناروما، اشرف حکیمی و تماشاگران رئال مادرید. بس. خب بازی اول پاریس سن ژرمن شروع میکنه. خود امباپه پاس میده، خود توپ در دستان امباپه قرار داره. خود والورده به دنبال توپو میتونه از امباپه بگیره یا نه. و بله، و خطا میشه. اولین خطای بازی رو میبینید و اولین کارت زرد بازی به والورده تعلق میگیره. امباپه در پشت توپ قرار داره، سانت میکنه، خود کاماوینگا سر میزنه. حالا یه ضد حمله برای تیم رئال مادرید. وینیسیوس جونیور دیر پاس میده، توپشو میزنن. کریم بنزما، کاماوینگا، یه بازیکن جا میذاره کاماوینگا، تونی مودریچ، تونی کروس، کریم بنزما، والورده، خود تونی کروس، بنزما، وینیسیوس جونیور، یه بازیکن جا میذاره خود کریم بنزما، شوت و گل توی دروازه. اولین گل کریم بنزما میزنه. سنا استا رو ببینیم. پاسگلی زیبا رئال مادرید، شوت زیبا از کریم بنزما. خب دقیقه 8 رئال مادرید 1-0 جلو میافته. خود کیلیان امباپه، میلیتائو توپشو میزنه، خود والورده دوباره، مودریچ پاس به کاماوینگا به رودریگو، تونی کروس، خود مودریچ، خود مودریچ یه بازیکن جا میذاره، پاس به کریم بنزما و دوناروما توپو میگیره. خیلی ساده و راحت. خود سر از بازیکن رئال مادرید، خود تونی کروس در دنبال پشت توپ، یه شوت و باریکلا دوناروما که خیلی راحت و ایزی توپو میگیره. والورده باید احتیاط کنه، یه کارت زرد داره و امکان داره بازی بدرم از دست بده. وقتی کارت قرمز گرفت، باریکلا به والورده. خطا به نفع بازیکنان رئال مادرید که امباپه خطا میکنه. داورم یه اخطار بهش میده. خود تونی کروس به کریم بنزما پاس میده. وینیسیوس جونیور، کاماوینگا میاد جلو، سانت میکنه کریم بنزما و باریکلا دوناروما که به راحتی دوباره توپو میگیره. تونی کروس یا همون بهتر بگم مهندس در پشت توپ، خود کریم بنزما نتونه سر بزنه. توپ در دستان کیلیان امباپه. کاماوینگا هم جا میذاره، میلیتائو هم جا میذاره یا نه. رودریگو و باریکلا. پنالتی شد اینجا. چه کار خطرناکی. رودیگر و گل. رودیگر هم اخراج شد و امباپه گل اولو میزنه. بازی 1-1 مساوی میشه. خود مودریچ ببینی که حالا اینجا رئال چی کار میکنه و دفاع رئال مادرید حالا 3 نفره میشه.
خود وینیسیوس، کاماوینگا، مودریچ، کاماوینگا. خطا چه خطای بدی انجام میده. یه کارت زرد حتما داره. بله کارت زرد میگیره. تونی کروس اشتباه میکنه. یه ضد حمله برای پاریس سن ژرمن و گل دوم برای پاریس سن ژرمن و رئال مادرید 2-1 عقب میفته. خود کریم بنزما تکی و تنهایی میره جلو. عجیبه بازیکنان رئال مادرید پاریس سن ژرمن توپشو میزنن. حالا خود پاریس سن ژرمن یه حل و خطا. ببینیم اینجا چی داریم. کارت قرمز و کارت زرد. رودریگو کارت زرد میگیره. کیلان امباپه. وای باریکلا به تیبو کورتوا چه سیوی انجام میده. وای اشتباه. باریکلا تیبو کورتوا دوباره دروازه رئال مادرید نجات میده. خود امباپه میره جلو. کورنر رو کوتاه شروع میکنن بازیکن پاریس سن ژرمن. پاس رو به عقب. والورده نمیتونه توپ ازشون بگیره. کاماوینگا باریکلا توپ کاماوینگا گرفت. باریکلا پاس میده به لوکا مودریچ. لوکا مودریچ بازیکن جا میذاره. وینیسیوس. منچستر سیتی هم یه گلی به یوونتوس زده و بازی 1-1 مساوی اونجا هم و باریکلا به تیبو کورتوا. دقیقه 40 2-1 به نفع پاریس سن ژرمن. خود والورده خطا به نفع تیم رئال مادرید. سری بازی رو شروع میکنن. خود رودریگو میتونه و خاک تو سرت کنن. رودریگو که راحت دونرما تونست توپو بگیره. خود براتی پاس میده. PSG have controlled the possession over the last 15 minutes and look like scoring every time they go forward. They do need to extend their lead though while they're playing so well. باریکلا یه تکل بسیار عالی. یه دقیقه وقت اضافه هم رو به اتمامه. پایان نیمه اول. بریم سراغ نیمه دوم. خب نیمه دوم رو شروع می‌کنیم که بازیکنان رئال مادرید با بازی شروع کردن. یه اشتباه از مودریچ همون اول کار. ری پاور شوت و از کنار دروازه به بیرون میره. آسنسیو میاد به جای رودریگو. کارواخال پاس میده به بنزما تونی کروس. دوباره خود بنزما. اشتباه. باریکلا به کاماوینگا که توپو دفع کنه. حالا یه ضربه سر است بود کاماوینگا. باریکلا و باریکلا به این تونی کروس که توپو تونست دور کنه. خود کریم بنزما همه رو جا میذاره. یه شوت 2-2 مساوی میشه بازی. باریکلا به این کریم بنزما دبل میکنه تو این بازی 2-2 مساوی میشه. و میلیتا میاد داخل. مندی میاد به جای کاماوینگا که مصدوم شد. بازی حالا 2-2 مساوی میشه. باریکلا لوکا مودریچ. خود وینیسیوس جونیور همه رو جا میذاره. یه موقعیت واسه کامبک و نشد. باریکلا به میلیتا توپو میگیره. خودش میره جلو و دوباره توپو لو میده.
باریکلا. خود تونی کروس چه تکلی میزنه این بازیکن. برو جلو کریم بنزما. کریم بنزما. باریکلا. وینیسیوس و توپشو میگیرن. دقیقه 62 بردو مساوی. Just a quick reminder, more live football coming your way here on EA TV. Hope you might enjoy this game. What a game that will be. Two good teams. خود کریم بنزما پاس میده به آسنسیو بعد توپش بهش نرسید. Interception to snuff out the danger. Soler. خود تونی کروز به دنبال تو. کلیان امباپه. باریکلا به دیبو کورتوا. پاس میده به وینیسیوس. والورده میره جلو. Benzema. باریکلا. آسنسیو. وای باریکلا. اشتباه از وراتی. کریم بنزما و تو به تیرک برخوردی کنه. چه شوتی زد اینجا کریم بنزما. Well, Real can count themselves a little bit unlucky not to be leading here. A matter of inches, but you sense a goal is coming. خود تونی کروس. مهندس. خود والورده. شوت و توی دروازه. 3-2 مساوی به نفع رئال مادرید. باریکلا به رئال مادرید. چی خواستم بگم ندارم. سانتیاگو برنابئو رو به آتش میکشه این بازیکن. Tidy finish, as you can see. He's under so much pressure, but his strength just allows him to hit through the ball cleanly. و والورده هم تعویض میشه. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. حالا ببینیم که پاریس سن ژرمن چی کار میکنه که عقب افتاد. خود امباپه تکروی زیادش باعث میشه که توپشو بزنه. Just 15 minutes remaining. 15 دقیقه بیشتر بازی باقی نمونده. Karim Benzema. خود بنزما میده به وینیسیوس. آفساید. وینیسیوس تو آفسایده. Just mistimed his run and the flag going up. کوتاه شروع میکنن بازیکنان پاریس سن ژرمن. از توپشو بگیره اینجا به کریم بنزما. آسنسیو. وراتی. Verratti. مسی. باریکلا به مسی. یه بازیکن جا میذاره. یکی بیاد تو پاش. And he's made و باریکلا تیبو کورتوا. Well, quite simply, that is a wasted chance. Time really is of the essence. What can they do from this situation? باریکلا به مدیر ضربه سر میزنه. خود آسنسیو ببین که چیکار میکنه. Not a time for composure on the ball. به وینیسیوس جونیور. یه بازیکن جا میذاره. به زیبایی کارو انجام میده. یه بازیکن دیگه باید سانت کنه که نکرد آسنسیو. و نه. The keeper was never 8 دقیقه بیشتر تا پایان بازی نمونده. خود مادریچ توپو نمیتونه بگیره اینجا. چه پاس زیبایی میده به کیلیان امباپه. time was against PSG, but خطا چه خطای بدی. probably a yellow card as the flow. کیلیان امباپه تعویض میشه به جای نیمار جونیور. Time for a مسی در پشت توپ. کار بخوالم کارت زرد میگیره. ضربه سر و باریکلا به تیبو کورتوا. چه سیوی انجام میده این بازیکن. good opportunity for Paris دروازه بان البته. corner to get right back into the match. لوکا مودریچ ضربه سر رو میزنه. وینیسیوس جونیور حالا خودش تنها. Chance looks very real. All hands on deck. تیم بسته شده که گل بزنه. Looks more than decent شوت و باریکلا به دنیا رو ما. چه سیوی انجام میده. for them. Well, he has to make و سیو نمیگه رفت تو That's a اوت. bad miss. Soler. 2 دقیقه وقت اضافه So stoppage time here. و تمام Minute دیگه. away. آخ و تمام. شانس تمام میشه این بازی با نتیجه 3-2 به نفع رئال مادرید. Begin their European campaign. Well, you always want to get off to a good start. And خب بچه‌ها امیدوارم از دیدن این ویدیو به شدت تماما لذت برده باشید. لایک، ساب، زنگوله این 3 مورد فراموش نشه تا یه ویدیو جذاب دیگه از چنل امیر فیفا. فعلا پیس.